جواب کنکور اومده. وای خدایا پسرمو قبول کن. الهی بیار ببینم چیکار کردی. قبولش کن. مجاز نشدم. خب حتما رپ خوندی دیگه، باید پاپ بخونی. ای بابا قبول نشدی؟ به جهنم، اشکال نداری، انشالله سال بعد. فدای سرت پسرم، چیزی نشده که بیشتر میخونی جای خوب قبول میشی. واقعا ممنونم از درکتون، قول میدم سال دیگه جبران کنم. آره بابا ولش کن. سلام شیوا جان، خوبی؟ نه هومن قبول نشد، انشالله سال بعد. به سلامتی، تبریک میگم قبولی پسرتو. فدات شم، خداحافظ. پسر شیوا قبول شده. به آقا غلام. نه بابا تبریک میگم، موفق باشه. هومن یکم کمکاری کرد دیگه، انشالله موند با سال بعد. قربونت برم. سلام خانم بوعزار، حالت؟ نه هومن قبول نشده. پسر شما قبول شده؟ مبارک، شیرینی یادتون نره. خداحافظ. قبول شده اینا. سلام علیکم و رحمت الله. به به تبریک میگم. هومن نخوند دیگه، نخوند. آقا در پناه حق. صدق الله العلی العظیم. خب جواب ندین دیگه. سلام مهربونم. اونم قبول شد. ولی هومن رو نمیدونم، هنوز نگاه نکردیم. ایشالله سلام برسون به همه. خداحافظ. عمت بودا داشت تیکه مینداخت. جواب ندین، بابا جواب ندین. آقا شاپور عزیز پسر اونم قبول شد. هومن نه صدقت. آقا یه 2 دقیقه جواب ندین، الان میرم چای میارم با هم بخوریم. آقا جواب نده. دیگه تو نگو که قبول شده. قبول شده؟ هومن هم قبول نشده. قبول نشده. خداحافظ. خاک تو سرت کنم. الو هومن ریده. باز شما قبول نشده؟ شوخی کردی، قبول شد. من 2 دقیقه دیگه بگیرم. برو تو اتاق. برو تو همین مونده بقالی سر کوچه مسخرم کنه. تو هم پاشو برو ریشاتو بزن. بابا